هذا النور شفاء صدور. زمان آغاز تربیت فرزندان، مادر فرزند 1 ساله اش را در آغوش گرفته نزد یکی از دانشمندان حاضر شد و از وی سوال کرد که فرزندم را چگونه تربیت نمایم. دانشمند به فرزند نگاه کرد و از مادرش پرسید سن سال فرزندت چقدر است؟ مادر گفت 1 سال دارد. دانشمند در حالی که اظهار تأسف کرد گفت تو 12 ماه است که در مورد تربیت این کودک غافل بوده ای. ای کاش از اول روز تولدش در فکر تربیت وی می افتادی و از من می پرسیدی که چی کار باید کرد. تربیت و اصلاح فرزندان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.